با عرض سلام، من رامین پورنقیبی هستم، یکی از 3 داروساز بالینی یا کلینیکال فارماسیست عضو پرایمری کیر نتورک شعبه نورث شور. پرایمری کیر نتورک برنامه دولت استان BC هست که در سال 2020 تأسیس شد و در سراسر BC شعبه دارد. نقش پرایمری کیر نتورک به وجود آوردن شبکه‌ای هست که سرویس‌های مختلف درمانی را بهتر و راحت‌تر برای شهروندان فراهم می‌آورد و حامی دکترای خانواده یا فامیلی داکترز و پرستارهای متخصص یا همون نرس پرکتیشنر می باشد. تیم پرایمری کیر نتورک شامل پرستار، مشاور روانشناس و داروساز بالینی هست. نقش داروساز بالینی یا همون کلینیکال فارماسیست مرور و بررسی دقیق و کامل داروها و درمان دارویی بیماران می باشد. خصوصاً بیماران با پیچیدگی‌های درمانی که داروهای مختلف و زیادی مصرف می‌کنند. این مرور دارویی به منظور نظر دادن و کمک به دکتر یا پرستار متخصص شما است در یافتن مشکلات نهفته دارویی یا جلوگیری از پیچیدگی‌های احتمالی دارویی در آینده. ما همچنین داروها و درمان دارویی شما را برایتان توضیح می‌دهیم و اگر شما سوال یا نگرانی در مورد آنها داشته باشین به بهترین وجه ممکن با آنها جواب می‌دهیم و توصیه‌های لازم را برای دکتر یا نرس متخصصتان می‌فرستیم. مشاور دارویی ما بسیار کامل است و شامل بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلبی، غدد، ریوی، روحی و روانی و غیره میباشد. برای دیدن ما و مشاور رایگان دارویی که بخشی از درمان MSP شما میباشد، لطفاً با دکترتان یا با نرس متخصصتان صحبت کنید. اگر نظرشان موافق باشد، بخواهید نامه معرف یا ریفرال لتر را برای دفتر ما بفرستند. پس از آن ما با شما تماس خواهیم گرفت و برایتان وقت ملاقات 1 ساعته تعیین می‌کنیم. بسته به ترجیح شما ملاقات می‌تواند حضوری در دفتر ما باشد یا با تلفن و یا توسط زوم انجام شود. با تشکر و آرزوی سلامتی برای شما.